اول به جا آوردن امر خدا و رسول خداست. اولین چیزی که در ازدواج هست این که بنده خدا، انسان مسلمان، با این کار داره خداوند و بندگی میکنه، امر خدا و رسول خدا رو به جا میاره و این امر مایه خوشنودی رب العزت و الجلال هست. خداوند میگه من متعهد میشم بندی از بندگان من برای حفظ شرم و حیا و عفت و پاکدامنیش به ازدواج پناه بیاورد. بر خودم واجب میدونم که از فلان بنده من حمایت بکنم، حتی اگر فقیر باشد از فضل خودم اونو غنی بکنم. خداوند به 3 نفر تعهد داده و بر خودش واجب دونسته که از اونها حمایت بکنه، نصرتشون بکنه. یکیش جوانی است که از ترس وقوع در حرام و بی‌عفتی به ازدواج پناه بیاورد که در اون رضامندی و خوشنودی رب العزت و الجلال هست. من تبریک میگم به فرزندان عزیزمون که واقعا برای حفظ ایمنی خودشون و حفظ ارزش‌ها و عفت و پاکدامنیشون و برای ترس از خدا و تقواشون نسبت به خدا رب العزت و الجلال به ازدواج پناه آوردن. باید تبریک بگیم. متاسفانه تو این قسمت امروز جامعه اسلامی به انحراف کشیده شده. تا زمانی که میخوان دختر حرامی از یک خانواده‌ای برای فرزندشون حلال بکنن، شیخ و ملا و آخوند و عالم لازم هست، به تعبیر خدا هم لازم داریم که اونو بتونیم در اختیار خودمون بگیریم. نام خدا لازم هست، صلوات لازم هست، استغفار لازم هست، بسم الله لازم هست، چون میخواد دختری که براش حرام شرعاً و عرفاً برای خودش حلال بکنه. صرفاً نام خدا رو و اسم خدا رو به همین اندازه لازم داره. وقتی که صیغه عقد خونده شد به خدا میگه دیگه اینجا تو کاری نیستید، من میخوام جشن بگیرم. فلسفه ازدواج بعد از رضای خدا رسیدن به عفت و پاکدامنی است. وقتی انسان پاک شد رشد میکنه. تو وقتی علفهای هرز کنار یک باغچه درختی بکنید اون درخت رشد میکنه. شر، بدی، معصیت هیچ موقع عامل رشد و توسعه در جامعه نبوده، در انسانی نبوده، در جامعه بشری نبوده. اون طهارت و پاکی است که عامل رشد و توسعه است. چه بسا این ازدواج هایی که اینطوری برگزار میشه ثمرش یک فرزند سالم، صالح، مصلحی که چهره جهان را متحول خواهد کرد و رهبری جهان انسانی و اسلامی رو چه رقم میزنه. این جشن ها و این ازدواج ها و این برنامه ها رو نباید نادیده بگیریم. متاسفانه تو قسمت دوم که بعد از رضای خدا حفظ عفت و پاکدامنی است و این جشن عفت و پاکدامنی است، تو همین جشن عفت همون مسلمان و مسلمان زاده‌ای که نام خدا لازم داشت که دختر دیگری رو برای خودش حلال بکنه، چه برنامه‌های بی‌بند و باری و چه برنامه‌های منحرف و مبتذلی که همش ضد فلسفه ازدواج و ضد عفت و پاکدامنی است. هم خودشو، هم خانواده خودشو، هم خانواده عروسشو، هم خانواده های دو طرف، هم جامعه رو در یک شب به خاک و خون میکشونه، به ذلت و خواری می‌نشونه. شراب، بیبندوباری، لباسهای نیمه عریان زنها و حتی مردای سکران، خواننده های و ارکستر سکران
مواد مخدر، اسراف، چشم‌چرانی، بزن و بکوب تا نماز صبح. مؤذن میگه الله اکبر، اونا قطعش نمی‌کنن. تو که از اول کاری به خدا نداشتید، میرفتی دست یک دختر بی بندوباری میگرفتید، میرفتید دنبال کارت. عقد برای چته؟ خواستگاری برای چته؟ با هم به تفاهم رسیدید، تمام شد و رفت. عرف برای چته؟ احترام برای چته؟ تو که اهل این چیزا نیستید. ازدواج فلسفهش حفظ عفت و پاکدامنی است، جشنش هم باید جشن عفت باشه، وگرنه تناقض در دوگانگی است در یک شخص. خیلی از مسلمان ها میگن ما دین اسلام رو قبول نداریم. طرف زرتشتی میشه، طرف مسیحی میشه، طرف بیدین میشه، زندگیش و ازدواجش هم اونطوری میکنه. ولی تو اسم خدا رو میارید، میگه شیخ بیاد، فلانی بیاد، عالم بیاد، صیغه بخونن، عاقد دست داماد رو میگیره، میگه 10 بار صلوات بفرست، استغفار بکن. بعد میاد تو شب عروسی جامعه رو به خاک و خون میکشونید. تو خیلی از مناطق استان ما، روستاهای استان ما کشته داده شده تو همین جشن عفت و پاکدامنی که مردم میان اونجا، یه ولیمه ساده‌ای پذیرایی میشه، تبریکی میگن، 4 تا اناشید و سرود و صلوات و درود میفرستن، یا هم پذیرایی خیلی ساده. بعد دعای خیری میکنن برای این 2 جوان رو میرن. تو عروسی ها ما داریم کشتی میدیم، تلفات میدیم. غیر از این که ناموس و شرم و حیا به یغما برده میشه، طرف سکران آورده، خنجر، مکدبر. تو عروسی رفتن چه نیازی به مکدبر و خنجر و شمشیر هست که تو با خودت ببرید؟ تازه ارکستر شروع شده، اسکرپتم سکران. یک دفعه همکلاسی گردن همکلاسی زد افتاد روی زمین ساعت 10 شب. 2 جوانی که با هم دیگه یک عمر از تولد، کودکستان، پیش دبستانی تا دبستان تا راهنمایی تا دبیرستان با هم بودن، در خونهشون روبروی هم باز میشد، با هم دوست بودن. آقا میاد عروسی برگزار میکنه، فکر میکنه چون جشن عروسیش میتونه هر طوری که بخواد شادی بکنه تو جامعه انسانی و اسلامی. تو حق نداری آلودگی صوتی ایجاد بکنید، تو حق نداری با اصلا تو عضوی در اون جامعه هستید، همه حق دارن، مگر اینکه بی‌بندوباری و بی‌شرم و حیایی دیگه تبدیل به عرف بشه و علما هم سکوت بکنن، بزرگان و ریش سفیدان هم سکوت بکنن. دیگه فاتحه اون جامعه خونده شده. دنیا با همه اون مظاهر فساد طغیانگرش، بازم اگر انسان مؤمن درستکار پیدا شد، اونقدر خداوند ظرفیت سازی برای موفقیت اون میکنه که حدی نداره. قرار نشده یک ضعیف تا آخر عمرش ضعیف بمونه و یک نیرومند نیروش پایدار بماند. این چیز حتمی نیست. و تلک الایام نداولها بین الناس. انسانهای فرهیخته، انسانهای دعوتگر، انسانهای خیرخواه، مسئولیت پذیر، دلسوز ناامید نباشند. این قدرت طغیانگری که فساد در جامعه و بیبندوباری و لایبالی و بیمسئولیتی و انحراف داره خودشو جلوه میده، با یک چشم به هم زدن والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، دوام الحال من المحال، به شرطی که ما مسئولیت پذیر باشیم، راضی نباشیم به بی‌عفتی در جامعه. دیگه طرف هم کلاسیش رفته سکران شده، تو عروسی مشروب کی میخورن؟ تو مسجد که کسی مشروب نمیخوره.
2 نفر دم در ایستادن. مهمانا که میان کشیدنی دوست دارید یا نوشیدنی؟ این طرف کشیدنی، این طرف نوشیدنیه. برو کلتو گرم بکن تا عروسی بهت بچسبه، تا بهت حال بده عروسی، تا لذت ببری. بعضا دامادا هم وسوسه میکنن که مشروب بخوره. دامادی بهش مشروب داده بودن، حالا بردنش تو خانواده عروس، داره استفراغ میکنه با اون کت و شلوارش، زیر درختها پیداش کردن. صبح هم بردنش بیمارستان. این جشن عفته. این 2 نفر همدیگر رو تو عروسی ملاقات میکنن، یک دفعه شمشیر میزنه گردن دوستش و همکلاسیشو میندازه رو زمین. عروسی تعطیل. در اوج رقصیدن زن و مرد نیمه عریان، ارکستر هم سکران، همه سکران، از خدام خبری نیست. یه بزرگ هم اونجا حضور نداره. به این بهانه که علما میخوان شادی رو از مردم بگیرن. چقدر زیبا خوندن اون 2 عزیزی که بعد آمدن. از دف دارن استفاده میکنن، صداهای جذاب، دوست داشتنی، نواهای، پیامهای مثبت. هم صدا زیباست، هم اجرا زیباست، هم محتوا زیباست، هم پیام داره صحبتاشون. جامعه‌ای که ما داره نابود میشه چون اشکال تو عروسی هاست. در نتیجه ما دچار مشکل داریم میشیم. اون خشت اول سالم نیست، درست نیست. اگر ما میخوایم جامعه پاک و قوی و محکم و مترقی داشته باشیم، پیشرفته، باید خانواده درست بشه. اعضای خانواده افرادن. الان این کمال عزیزمون داره تشکیل خانواده میده و از همین خانواده ها جامعه شکل میگیره. عروسی تعطیل شد، پلیس اونجا ریخت، نیرو انتظامی دستگیر کرد، رفتن دادگاه. حکم اعدام همکلاسیش آمد. قاتل با مقتول همکلاسی، از تولد با هم بزرگ شدن. کودکستان رفتن، دبستان رفتن، راهنمایی رفتن، در روبروی هم بوده. دوستشو کشت. صبح که به هوش آمد گفتن تو دوست تو برادر تو کشتید. گفت من ولی کشتیدش. حکم اعدام قصاص آمد. حالا به علما نیاز دارن. وقتی حکم قصاص آمد، جناب شیخ از بس که زنگ زدن دیگه، من از خونه فراری بودم، گوشی جواب نمیدادم. خواهش میکنم اینو میخوان بکشن، حکم قصاص آمده، تو برو رضایت بگیر. خیلی عجیبه. من برم رضایت بگیرم؟ علما برای همین کارا خوبن. این دستمال پاک کنی، استیغه‌ای بخونم برن دنبال کارشون. شیخ دیگه جای شما اینجا نیست، یا این که باید بیاد برقصید، دستمال بازی بکنید. شیخ و مولا جاش تو مسجده، جاش تو عروسی ها نیست. رضایت من باید بگیرم، من باید بیام خواهش بکنم. نه یک مورد، نه 100 مورد. ولی من الان 30 سال این عروسی ها میرم، شاید بیش از 4-5 هزار مراسم رفتم. حتی بعضی روزا بودی که 2 تا استان، شاید 2 تا مراسم. بعضی جا رسم بعد از عصر تا مغرب داماد یک جا میکنن تو بعضی مناطق، بعضی استان ها بعد از نماز عصر تا مغرب تمام شد.